توی فرودگاه یک عده‌ای آمدن بیا روحانی کاروان ما باش. گفتم حالا که میخوایم بریم کربلا بچه‌ها هم قارین با اینا باشیم، اعمالشون هم بهشون یاد بدیم، مسجد کوفه باشون میام باش. آقا ما رفتیم یه پیرمردی تو فرودگاه آقا چی با تسبیح پلاستیکی ذکر میگن، تسبیح تربت میگیرین ذکر. ما یه ساده تسبیح تربت گرفتیم، گفتم آره ثوابش بیشتره. سوار هواپیما شدیم رفتیم، یکی از این خانمایی که توی کاروان بود اینو گرفت، پلیس بغداد از این مواد مخدر کشف کرد. از اینجا رد کرده و اونا گرفتن. آقا گفت باید برگرده ایران. پیرمردی که من تسبیح داد و حاجی بود و اینا آمد گفت حاجی شما بیا اینو شفاعت کن. گفتم آقا آخه تو تریاک آوردی من میام شفاعت کنم، میگن برای این آوردی، نمیشه هم چیزی که. گفت که حاجی این تو عمرش کربلا نرفته، شوهرش مریضه، معتاد بوده، اینو مجبور کرده، گفته برای من اینقدر بیار، اینا گرفتن. گفتم حالا من سعی خودم میکنم ولی بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری با خودم خوندم رفتم جلو. این افسر عراقی ایستاده بود. گفتم که آقا من نیامدم اینجا که شما کار غیر قانونی بخوام و اینا، میدونم اینجا نوشته القانون فوق الجمیع، ولی خب ما اجدادمون شفیعن، بالاخره اینا از ما توقع شفاعت دارن، اگر ممکنه که این کربلا بره این جنس وامونده اینو بگیرین بندازین دور. گفت بندازین توی آشغال و خلاصه آزاده بره. آقا رفتیم رسیدیم توی هتل ایشون که لرزیدن، شوهرش معتاد بود دیگه. این پیرمرد آمد به من گفت حاج آقا همون تسبیح تربت سید الشهدا رو بدین. گفتم تسبیح رو میخوای چیکار؟ گرفت یک دونه از این دانه‌های تسبیح گذاشت تای نربیکی با استکان اینجوری یه خورده چای روش ریخ، هم به لب مبارک این آقای معتاد رسید شفا گرفت. بهش گفتم مرد حسابی بی وجدان این چی بود؟ گفت خودتون مگه نمیگن حاج آقا تربت شفا؟ گفتم شفا است ولی نه برای معتاد اینجوری. گفتم خیلی نامردی، تو فکر نکردی پلیس عراق منو بگیره با این، بعد آبرو حیثیت لباس من و کشور و مملکت همه چیز برباد میره. میگه حاج آقا شما رو نمیگیرن، خدا مرگ بده. تا شب باش قهر بودیم، بعدم دیگه آمدن ما رو آشتی دادن.